گوش بده. عایشه رضی الله عنها میفرمایند رسول الله علیه السلام با هم مسابقه میداد، با هم بازی میکرد، یهویی میخندید، یهویی لبخند میزد و جایی که مردم بازی میکردن منو بلند میکرد تا بازیشون رو تماشا کنم. عایشه رضی الله عنها میفرمایند یه روز از یه لیوان آب نوشیدم و همون لیوان رو دادم به رسول الله علیه السلام و رسول الله علیه السلام لیوان رو گرفت و از همون جایی که من آب نوشیده بودم لبای مبارکشون رو گذاشتن و آب نوشید. رسول الله علیه السلام میفرمایند بهترین شما کسیه که با اهل خانوادهش بهتر باشه و من پیامبر با اهل خانواده‌ام خیلی خوبم. رحم کن، مهربون باش، مثل پیامبر اخلاق علیه السلام. سلام علیکم. أحب الوفاء بشتى الصور.